بچه این یه پرسه 40 تن ارتفاع 180 برند کاویان پرسه که الان هم باردمش کردیم برای آقای ولینیا، برای خرم آباد. حالا ما یه سری ورق آهن گذاشتیم زیرش، جمعشون تقریبا میشه 11 سانتی مجموعه اینا. حالا پهنای آهن ها هم به این شکله، مثلا اینا 10 سانته، اینا 10 سانته، اینا 8 سانت و نیمه و همینطور میاد بالا. حالا میخوایم اینا رو یه فشار کوچولو بهش وارد کنیم. فشار الان روی 50 باره.